Inna lillah va inna ilayhi roji'un. ما از خداوندیم و بر سوی او باز میگردیم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و کسایی که ما را در شبکه کاروان امور تماشا میکنید. خداوند از همه شما راضی باشد. دعا کنیم به حق مردم کلاب، دعا کنیم به حق همون انسان هایی که نزدیکان خود، پیروان خود را از دست دادند. الکی او کسایی که 10 نفری که با سبب همین صدمه نقلیاتی وفات کرده بودند، 3 نفرشان را به خاک سپاریدند. و او مجروحایی که بیمارایی که عین حال در بیمارخانه بستری هستند، میگویند 2 نفرش خیلی وزنین، در حالت خیلی وزنین قرار دارند. دوستان عزیز، معلومات بیشتر فقط در همان تلگرام کانال ما میشود که در آنجا هست. همه این معلومات عائد علمو انسان هایی که وفات کردند با نام و نسبشون و انسان هایی که عین حال در بیمارخانه هستند با نام و نسبشون. شما می توانید معلومات پورا را از تلگرام کانال ما گیرید که ما از صفحه آسیا پلیوس گرفتگی هستیم. یعنی شما می توانید اول به شبکه آسیا پلیوس عبور شوید، بعدا به شبکه ما. خوب، هر آنچه که خدا خواست همان می شود، نه آنی که ما می خواهیم. مرگ به سراغ هر یک ما شما می آید. مرگ حق است. همه ما میرنده هستیم. همدردی اساسدار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را بر شما گفتگو داشتیم. بذار خداوند تنجی و آرامی را نصیب همین دولت صاحب استقلال ما گرداند و بعدا عمر دراز، تنسیتی و خانه آبادی به همون پیشوای ملت، به غمخوار ملت نصیب گرداند. خب دوستان عزیز، در حق فوتیدگان و گذشتگان و در حق بیماران دعا را فراموش نکنید. تکرار میکنیم که بر اثر صدمه نقلیاتی در شهر کلاب تا این لحظه 10 نفر جان باخته، 13 نفر زخمی شدند. 3 نفر از فوتیدگان به خاک سپاریده شد. جسد دیگر جان باختگان به خانواده هایشان داده می شوند. خداوند صبر جمیل و صبر پیغمبری نصیبشان گردد.